حالا قربان جون ماجرای شستی چی بود؟ اثر قضیه چیز بود؟ فکر کنم مناظره ها بود نه؟ چی گفت؟ گفت شستش گذاشته کنار. شستی گذاشته کنار. نمیم کیه میگو والا لابد فکر کنم صحبت مناظره ها بود. در قاعدتا دیگه از مناظره چطور بود آقای دکتر؟ حالا این صحبت کلی رو بهش برمیگردیم. من احساس میکردم که شما یه جورایی داشتید میگفتید که ببینید سر به سر نذارید، من که میدونم شما که میدونید که من میدونم، نه همچین چیزی داشتین شما به دوستان میگفتید. آخه یکی از کاندیدا به یک قسمتی یک جلسه یه چیزی رفت اشاره بکنه، وقتی اونه گفت من صدها جلسه تو ذهنم رژه رفتم یکی دو نمونه رو بگم، دلم نیومد، دیدم که شرط انصاف نیست. نه کار سختی ها، هم شما میخواید رازا رو نگه دارید هم میخواید رقابت بکنید، این وضعیت یه خورده سخت نیست براتون؟ گاهی وقتا هست که آدم حاضر خودش فدا کنه ولی مروت فدا نکنه، جوان مردی رو فدا نکنه. من یک کسی امروز تو همین بحث مناظره با من صحبت میکرد، من تکه هایی داشتم، خب اگه میگفتم خیلی مشکلات ایجاد میکرد برای او، خیلی حوادث من تو ذهنم بود، دیدم که خب مروت و فتوت و مردانگی این رو تقاضا نمیکنه که من اونا رو بخوام باز کنم. ما همش منتظر بودیم، حالا نمیگیم کی، شما نسبت به یکی از این مقایم بگیم که فلانی تو نبودی گفتی که اینا خالد ابن ولیدن، بریم باهاشون طرف صدامو بگیریم. نه من بالاتر از اون داشتم از افرادی، منتها خب گفتنش همون قسمت هاییم که گفتم در واقع مجبور شدم بگم، اگه اونا شروع نمی کردن همون تکارم نمی گفتم من. به هر حال وقتی یک کسی نمیدونه که شورای حکام آثارش چیه، شورای امنیت آثارش چیه، خیلی معنی داره، این قشنگ نیست آدم بگه، ولو اینکه خب طرف گفته تو یه جمعی گفته، من شاهدم تو اون جلسه داشتم ولی اشاره کردم به آقایی که بودم شما که بودی تو اون جلسه. بیشتر از اشخاص خود نظام هم بالاخره میره زیر سوال. بله من دلم نمیخواست، همین قدم دلم نمیخواست، ولی خب وقتی توی یک رقابت و توی مناظره طرف یه حرفی میزنه آدم میبینه که خب هیچی هم اگه نگه هم مثلا که دستش خالیه، هم مردم واقعیت ها رو نمیفهمن، هم خود طرف فکر میکنه حافظه ما دچار مشکل شده، یاد ما رفته این چیزا یادمون که نمیره. خیلی داستان های عجیب.